خدا قبول کنه. ازتون ممنونم. میتونم یه خانواده داشته باشم. خاله صدا مامانم، عمو علی هم بابام. ببین سوگل، شاید از این به بعد دیگه تنها نباشی. پس دخترها چی؟ ای بابا، یعنی اینجا هم از دست آرامش ندارم؟ چه ربطی داره؟ من هر وقت ناراحت باشم برای فکر کردن میام اینجا. داری مسخره میکنی نه؟ چه ربطی داره ای بابا؟ اینجا پارک محله ماست. همه یه بچگی من اینجا گذشت. ببین اگه به من دروغ بگی ها. سوگل، خواهش میکنم بس کن. به اندازه کافی ناراحتم. دیشب بابام رفت کمای الکلی. مامانم هم که تلفن روم قطع کرد. یعنی باید بگم زیاد خوب نیستم. میخوام بی سر و صدا بشینم و یکم فکر کنم. میتونی باباتو برای ترک الکل راضی کنی، باهاش صحبت کن. ممکنه تو این مدت بهت احتیاج داشته باشه. حتما. ممنونم. تو به چی فکر میکردی؟ به زن و شوهری که میخوان سرپرستیمو قبول کنن. این چیز خوبیه؟ ممکنه صاحب خانواده بشم. این خیلی چیز خوبیه. یعنی من اگه بخوام تو رو با خودم ببرم مهمونی میتونم ازشون اجازه بگیرم؟ این خیلی چیز خوبیه. مهمونی چیه؟ کدوم مهمونی؟ نگاش کنا، پدرت الکلیه، مادرت ترکت کرده، هنوز به مهمونی فکر میکنی؟ سوگل تو رو خدا اینطوری نکن. بروم نیار، ناراحت میشم. ولی خب خیلی خب، معذرت میخوام، ولی تو هم مواظب حرف زدنت باش. خب تو میگی قبول کنم این موضوع خانواده رو؟ خب به نظرم باید قبول کنی. درسته که خیلی خشن و عصبانی هستی، ولی میدونم که دوست دارم. واسه 40 مامانم ایناست، میخوری؟ دست درد نکنه. دخترا برای 40 مامانم اینا حلوا درست کردم، میخوری؟ خدا رحمتشون کنه. ممنون. سرکان، اینجا منتظر کی هستی؟ منتظر تاکسی بودم، همینجوری پیاده تا اینجا اومدم. که اینطور. بیا اینم واسه تو. این چی؟ حلوا برای 40 مامانم اینا درست کردم. الانم میخوام برم سر مزارشون. تو هم با من میای؟ باشه. عزیزم من دارم میرم بیرون. کجا میری کمال؟ داری میری دنبال کار؟ دیگه هیچ پولی برامون نمونده. صاحب خونم اجاره‌های عقب افتاده‌شو میخواد.
خودم همه اینا رو درست میکنم. تو خودتو ناراحت نکن. عمو تو مامانمو دیدی مگه نه؟ میشه آدرس خونش رو بهم بدی؟ تو رو خدا التماس میکنم. برو پیکار دختر، منو تو دردسر ننداز. عمو جون تو رو خدا هر کاری بگی میکنم، خواهش میکنم. بیا ببرمت پیش مادرت. نه من با تو نمیام. خیلی خوب، خوددانی. شماره تلفنی چیزی نداره؟ حداقل شماره‌شو بدی. من شماره‌ش از کجا بدونم؟ فقط آدرسشو میدونم. اگه دوست داری بیا ببرمت. ببین، این شماره منه. تصمیم تو که گرفتی به هم زنگ بزن. این دفعه که اومدم میخوام اینجا گل بکارم. مامانم عاشق گل بود، تو که میدونی. جمره، من میرم یکم جلوتر منتظرت میمونم. باشه. دیگه به اندازه قبل ناراحت نیستم. حتی بعضی صبح که از خواب پا میشم و نور خورشید رو میبینم خوشحال میشم. ولی فکر نکنین که فراموشتون کردم باشه. من شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. میدونم که شما هم دلتون نمیخواست که من برای همیشه غمگین بمونم. خیلی دوستتون دارم. دست شما درد نکنه. نوش جونتون. میگم فرید خانوم، توی اون بسته‌ای که برای ساغر اومده بود چیز بدی که نبودش. کدوم بسته؟ من خبر ندارم. داده بودم به نگهبانی. نریما خانومم گرفت که چک کنه. من خبر نداشتم ولی میپرسم. باشه.